دوستان عزیز سلام، امیدوارم حال دلتون خوب باشه. من نوربینم، به کانال یوتیوب من خوش آمدید. اومدم ویدیویی که قولش بهتون داده بودم بذارم توی کانال یوتیوب. طرز تهیه خیار شد که توی 12 ساعت حاضر بشه. خب دوستان قبل اینکه بریم سراغ ویدیو ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و کانال رو به دوستانتون معرفی کنید. دوستان امروز اینجا شنبه بازار رو گرفتم که مخصوص خیارشوره دیگه. یعنی خیارهایی باید بگیریم که شما مثلا مخصوص خیارشور باشه. خب نه این خیارهای معمولی که اونا میشه ولی خب مثلا خوشمزه نمیشه، درازه میشه، خیلی بد میشه. شما قشنگ باید برید از بازار یا از مغازه یا از هر جایی که مثلا سراغ دارید مخصوص خیارشور رو بگیرید دیگه. این خیارا بگیرید. من اینا رو گرفتم از بازار امروز، همینطوری جلو رو از سر کار اومدم. بعد اینا رو قشنگ باید بشوریم، تمیز بشوریم که مثلا گرد و خاکی نه چی نمونه دیگه. میشوریم ولی خب بازم دیگه شما 100% بشوریم، تمیز و قشنگ بشوریم. من اینا رو میشورم یواش یواش. واسه تا ویدیویی که دوستان گذاشتم خیلی کامنت‌های خوبی دریافت کردم. ممنونم از این دست عزیزانی که برام کامنت خوب گذاشتن. مرسی، جاتون توی قلب منه. مرسی که حمایت میکنید، مرسی که انرژی میدید. امیدوارم تا آخر منو همراهی کنید توی این راه. من خیارا رو قشنگ شستم، خب قشنگ تمیز شستم. یک نوبت نگه داریم یکم آبش بریزه، یکم آب که شستیم آبش خشک بشه. واسه هر شیشم بچه یه دونه فلفل تند اگه دوست داشتید بندازید توش. اگه فلفلتون دوست داشتید توی خیارشورا بندازید، اگه دوست نداشتیدم نندازید، مهم نیست. ولی خب این لیمو 100% بندازید، لیمو طعمش رو عالی میاره، طعم خیارشور رو عالی میکنه دوستان. حتما لیمو توی خیارشورا بندازید. اونم بازم سلیقه‌ایه، دوست داشتید بندازید، دوست نداشتید بندازید. ما یه ذره سر و ته این خیارشورا رو یه ذره میزنیم، یه ذره اینطوری سر و تهشون رو میزنیم. ولی چون من خیارشور مثلا تون دوست دارم توش فلفل تون میندازم، لیمو هم میندازم. حتی اگه شما دوست دارید سیرم میتونید بندازید، سیرم خوشمزه میاره، طعمش رو عالی میکنه. بعد یه چی دیگه هم الان من اینو سر و ته اینا رو بزنم بهتون نشون میدم. اونا رو هم 100% تهیه کنید چون لازمه، چون باید باشه. خب الان من بهتون نشون میدم. شما دوست دارید میتونید فلفل و کلن فلفل رو به 2 قسمت یا 3 قسمت تبدیل کنید. من به 2 قسمت میکنم فلفل رو. اگه کوچیک بود که همونطوری یه دونه بنداز. اگه مثلا مثل اینا بزرگ بود اینطوری مثلا به 2 قسمت اینطوری نگاه اینطوری دیگه. بعد لیمونم از وسط البته اول سر و تهشو میزنیم. اینطوری به 2 قسمت تبدیل میکنیم. بعد اینایی که میگفتم این بهش میگن لیمون توزو. البته توی ترکیه بهش میگن لیمون توزو ولی به زبان ما فکر کنم همون زمه خودمون میشه. زمه شما توی عطاری ها برید بگید زمه، ما میگفتیم زمه، حالا نمیدونم دیگه، بگید شاید بهتون بدن. بعد اینم کایا توزو،
یعنی این نمک معمولی، این نمکیه که تصفیه نشده دوستان. این نمکیه که مثلا ببخشید خیلی عذر میخوام، این نمکیه که مثلا تصفیه نشده معذرت میخوام، این هم تهیه کنید. خب به این صورت بزرگ باشه، از این نمکایی که تصفیه شده استفاده کنید. دوستان خیارمون رو جابجا میکنید، حالا به هر طریقه‌ای که مثلا خودتون دوست دارید خیارا رو میچینید. من چون نمیخوام تایم ویدیو زیاد شه و سلاتون سر بره دوستان، اینطوری سری آماده میکنم. یه دونه فلفل میندازید این وسط، بعد لیمون هم میذاریم روش، اینطوری نگاه اینطوری. اینم سری بچینم من. بعدش یه نقطه دیگه، یه چیز دیگه، شما اگه خیار تهیه کردید سعی کنید خیاری که تهیه میکنید مثلا ریزتر باشه. هرچی ریزتر باشه هم سریعتر آماده میشه، هم بهتر، هم زیاد مثلا دوستان جامو نمیگیره. نگاه اینطوری. هر از این یه دونه یه نیش قاشق میگیم ما. نیش قاشق این نمکی که مثلا دوستان بهتون گفتم، خب کایا توزو، همین نمکی که تصفیه نشده، یه نیش قاشق خیلی کم. بعد این هم همون لیمون توز، همون زمه، دوتا تو این و دوتا تو این. بعدش نقطه اساس رسیدیم. نقطه اساس دوستان اینجاست. ببینید شما اگه اینو با آب سرد درست کنید توی تا یه هفته هم آماده نمیشه، ولی اگه مثلا با آب جوش بذارید، آبتون جوش بیاد، با آب جوش درست کنید. من الان گذاشتم آب جوش اومده، خب با آب جوش درست کنید. اگه با آب سرد درست کنید این تا یه هفته هم آماده نمیشه دوستان. 100% با آب جوش درست کنید. اونو پر کنید. خب یکم آب بریزین، بذارین باشه. آب جوش رو ریختیم. من سرکم بریزم، سرکم بهتون بگم چقدر سرکه بریزیم. آب جوش رو که ریختید دوستان، من چشمی میریزم. خب شما مثلا واسه این لیوانای کوچک یه لیوان سرکه بریزید، یه لیوان سرخالی. دراشو محکم ببندید اوانک. خب سر و ته میکنین، میذارین تا 12 ساعت، تا 8 ساعت هم میتونین بذارین. این تا 8 ساعت دیگه قشنگ حاضر میشه. یه طعم خیلی خیلی عالی خوشمزه داره دوستان. حتما درست کنین، امتحان کنید، بعد بیایید منو دعا کنید. این بود از طرز تهیه خیارشوری که مثلا توی 12 ساعت حاضر میشه. حتی توی حاضرم بهتون بگن توی 8 ساعت حاضر میشه. حتما امتحان کنید، درست کنید. اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو 100% لایک کنید، کامنت بذارید، نظر، انتقاد چیزی هم دارید 100% توی کامنت ها به من بنویسید. من حتما جوابتون رو میدم دوستان. حتی اگه غذای مورد نظری دارید، غذای دوست دارید که مثلا آماده بشه یا طرز تهیه‌شو بذارم، حتما برام کامنت بذارید. من حتما درست میکنم دوستان عزیز. ویدیوشو میگیرم توی یوتیوب آپلود میکنم. همینطور که گفتم ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و منو به دوستانتون معرفی کنید. تا یه ویدیو جدید دیگه همیشه دوستتون دارم. خدایا رو نگهدارتون.